سلام بچه‌ها، خوش اومدین به چنل خود علی. امروز 5 تا از عجیب ترین چیزهایی که تو کل دنیا فروخته شده رو با هم بررسی میکنیم که آخریش از همشون عجیب تره. بزن بریم سراغ اولین محصولی که به قیمت هنگفتی فروخته شده. ست شطرنج چارلز هولندر دایموند که برای طراحی این ست از 1168 گرم طلای 14 عیار سفید و 186 قیراط الماس سیاه و سفید استفاده شده که به قیمت $500,000 به فروش رسیده. بریم سراغ مورد دوم، گرونترین سیگار برگ دنیا. هر نخ این سیگار $1150 قیمت داره. چیزی که این بسته سیگار رو از بقیه بسته‌های دنیا متفاوت تر از همیشه میکنه بسته بندیشه که از استخوان شتر تولید میشه. این محصول انقدر خاص بوده که کلاً 5 بسته ازش تو دنیا تولید شده. مورد سوم، این موز $121,000. شاید خیلی مسخره به نظر بیاد، ولی این تابلو توسط یک هنرمند ایتالیایی تولید شده که به گفته خودش این موضوع از یکی از سوپرمارکت‌های محلی میامی خریده. مورد چهارم برخلاف افکار عموم مردمه. خونه خریدن تو ژاپن تقریباً برای مردمشون غیر ممکنه. هر متر مربع خونه در توکیو $1200 قیمتشه که واقعاً اولین شهر گرون دنیا هستن. قبل از اینکه بریم عجیب ترین مورد فروخته شده تو حراجی رو با هم بررسی کنیم، کانال منو ساب کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری با هم داشته باشیم و کلی با هم خوش بگذرونیم. اسم پرنده‌ای که تو تصویر میبینید هویداست. یک پر از این پرنده در حراجی در نیوزلند به قیمت $10,000 فروخته شده. دلیل گرونی این پر اینه که پرنده چندین ساله که منقرض شده و مردم محلی توی جنگلاشون به دنبال این پر میگردن تا بتونن به درآمد خوبی برسن. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که دوست داشته باشید. مرسی، ممنون.